بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به فرزندانت به تفاوت مباش، چون که روز قیامت از آنها پرسیده می شوی. برای با فرزندانتان از نزدیک صحبت کردن و با آنها معامله و معاشرت نمودن و درد دلشان را شنیدن بعضی از وقتانتان را جدا نمایید، بر این عقیده که آنها عزیزترین دوست شمایند. از مشکلات آنها شنوید و در کارها با آنها مشورت و مصلحت نمایید و مطلبی که به آنها مهم است پیشکش کرده یک جای با آنها بررسی نمایید تا فرزندانتان احساس نمایند که شما پدران و مادران واقعاً آنها را دوست می دارید و در کارهایی که با آنها علاقمندی دارد به تفاوت و به اهمیت نیستید. جایی پنهانی نیست که امروزها بیشتری پدرها چنان به کارهای دنیوی مشغول گردیدند که هفته ها سپری می شود و وقت نمی یابند که با فرزندان خود سر یک دسترخوان نشینند و صحبت کنند. کجا رسد تعلیم و تربیه نمودن آنها؟ واقعاً این یک مشکلات جدی می باشد که باید راه‌های حل آن را پیدا کرد. فرزندان این بزرگترین نعمت الهی در دست ما هستند و مسئولیت تعلیم و تربیه و آداب و اخلاق آموزانیدن آنها نیز در دوش ماست. از عبدالله ابن عمر الله تعالی از ایشان راضی باد که گفت شنیدم رسول الله علیه السلام را که می گفت کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته. هر یکی از شما رعیت دارید و هر یکی از شما از رعیت خود پرسیده می شوید. باید حافظ و نگهبان و امانتدار رعیت خود باشید و امیر، سردار، پادشاه، رئیس باید رعیت شناس باشد. از زیردستان خود روز قیامت در پیش الله جل جلاله پرسیده می شود و مرد رعیت دار است و مسئول است، پرسیده می شود در نزد الله از اهل خاندانش، از زن و فرزندانش. و زن رعیت دارد، مسئولیت دارد بر خانه شوهر و فرزندانش. وقتی که شوهر از خانه بیرون می براید تا آمدن شوهر باید خانه شوهر را نگاه کند، به اجازت شوهر هیچ نامحرمی را داخل خانه نکند. باید مال شوهر را امانت داری کند، نگهداری کند تا به یگان نفر به اجازت شوهر ندهد و فرزندانش را نگاه کند تا آمدن شوهر مسئول است، پرسیده می شود. پس هر یکی از شما رعیت دارید و هر یکی از شما پرسیده می شوید از رعیت خود در پیش الله جل جلاله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. الله جل جلاله در سوره تحریم آیت 6 می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید خود و خانواده خود را از آتشی که هیزم آن مردمان و سنگها هستند نگه دارید. الله ذوالجلال به پدر و مادران توفیق عنایت فرماید که در رعیت خود مسئولیت شناس باشند. از زیاد تماشا کردن سریال و فیلم ها و فیسبوک و یوتیوب و تیک تاک و دیگر شبکه های اینترنتی کمی خود را کنار گذارند و به تربیه فرزندان خود زیادتر کوشش به خرج نمایند. زیرا شاعر میگوید ای برادرها به جاه و مال نبود اعتماد، به پول داشتن و مال داشتن تکیه کردن این یگان معنی ندارد. نوبت ایام طفلی بگذرد چون برق و باد. هر کی فرزندی عزیزش را که در مکتب نداد، یعنی در مکتب عقیده، در مکتب قرآن، در مکتب
خداشناسی، دینشناسی نداد، آن پدر بر روی فرزندش در خواری کشاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.